وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داد که طرح 31 میلیون دلاری ساختمان یک راه و دو پل در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان را به شرکت خطایی سپردند. قرارداد بین وزارت نقلیات و این شرکت روز 27 مارس سال 2023 در دایره مرحله چهارم لایحه بهتر نمودن راه‌های علاقه منطقوی در آسیای مرکزی قرارداد عاید به ساختمان راه‌ها و پل‌ها در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان به امضا رسانیده شده است. این لایحه با سرمایه‌گذاری بانک جهانی انجام می شود. بنا به اطلاع وزارت نقلیات در دایره لایحه مذکور در ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختمان یک عدد پل از بالای دریای غند با درازی 200 متر با بنیاد راه‌های به آن پیوسته شونده با درازی 1.1 کیلومتر در خیابان شیرینشاه شاه تیمور شهر خاروق در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس این لایحه در موضع برسم نویه شغنان ساختمان راه ماشینگرد با درازی 3.4 کیلومتر با در نظر داشت ساختمان دالان ضد ترموی به درازی 500 متر و یک پل به درازی 82.3 متر پیش بینی شده است. ارزش عمومی لایحه زیاده از 31 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل نموده. مهلت اجرای کارهای ساختمانی 30 ماه از روز آغاز ساختمان مقرر گردیده است. نظارت اجرای کارهای ساختمانی در دایره لایحه مذکور به ذمه رهبریت وزارت نقلیات، گروه تطبیق لایحه نزد وزارت در شرکت مشترک مشورتی کره و قزاقستان واگذار کرده شده است. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم هنگام امضای قرارداد تاکید کرده است که کارهای ساختمانی باید با صفت در مهلت معین شده طبق طلبات و معیارهای عمل کننده و با جلب تکنیک‌های معاصر پرقوت و متخصصان با تجربه اجرا کرده شود.